جنگ و جنجال تازه رویا دوست با آریانا سعید بر سر اسیب ساید. آریانا سعید چرا با رویا دوست درگیر شده است؟ رویا دوست در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ آیا با واقعیت رویا دوست همسر سابق اسیب نامزد آریانا بوده است یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. رویا دوست یک تن از هنرمندان جوان موفق و با استعداد کشور است که مدت دیری نمی شود به هنر موسیقی روی آورده است، ولی کارهای هنری خوبی انجام داده است و علاقه‌مندان و طرفداران صدایش در سرتاسر کشور بیشمار است. رویا دوست از هرات باستان است. وی در سال 2008 بعد از آنکه آریانا سعید کنسرت‌هایی در افغانستان اجرا کرد و یک بارگی با اسیب ساید ظاهر شد. اما فکر می‌کردند اسیب ساید نامزد رویا دوست است، ولی این خبرها کاملا دروغ و بی‌بنیاد بوده است. رویا دوست برنامه‌های مختلفی را در افغانستان می‌ساخت و مدیریت می‌کرد، اما بعد از آن که فهمید بازار هنر آوازخوانی در افغانستان داغ است، وی هنرمند شد و آهنگ‌های سرود. این روزها رویا دوست در کشور آلمان کنسرت‌های برگزار می‌کند و در تمامی کنسرت‌هایش آریانا سعید را رقیب هنریش می‌داند و به همین دلیل آریانا سعید و رویا دوست رابطه هنری خوبی ندارند. اما این که آریانا سعید با رویا دوست درگیر شده است کاملا دروغ بوده است و جز خبرهای صفحات مجازی می باشد. رویا دوست در کشور آلمان زندگی می کند، از همسرش جدا شده است و کاملا مستقل است. ما هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت اللهیزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از رویا دوست و آریانا سعید خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان رویا دوست و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.